Conversation course فصل اول سلام و احوال پرسی. خب بچه ها، ما در کورس Conversation سعی میکنیم قالب ها رو بهتون آموزش بدیم. ما در انگلیسی کم و بیش 400 تا قالب داریم و از این 400 تا شما میتونید کامل صحبت بکنید. هر جمله‌ای که بخواید درست کنید، یعنی با این 400 تا قالب بی نهایت جمله میتونید درست کنید. پس خواهشم اینه که حتما سعی کنید این قالب ها رو حفظ کنید با همین مثال هایی که میاریم که برای اسپیکینگ آیلتستون خیلی لازمن اینها. یعنی پایه هستش، پایه خیلی مهمی هم هستش. پس پلیز حتما گوش بدید و حتما تکرار بکنید. همونطور که سر کلاس هم گفتم، حافظه گفتاری ما کنار حافظه حرکتی هستش. یعنی تا با صدای بلند، صدایی که گوشتون بشنوه تکرار نکنید، یادگیریتون کامل نمیشه. پس تو دلتون نمیخونید. خواهشاً یه جوری میخونید که خودتونم بشنوید. دقیق لطفاً. خب در مورد سلام ها، ما همه جا میتونیم سلام بدیم، اما حرفه‌ای تر این هست که بدونیم کجا چه نوع سلامی بدیم. مثلا جاهایی که فضاهای باز هستن، خب کوچه هست، خیابون هست، بازار هست، جایی که بچه سرپوشیده نیست، سقف نداره، اینجور جاها سلاممون به صورت هلو هست. هلو یعنی سلام، هلو سلام. خیلی صمیمی باشیم میگیم های، صمیمی تره. و دیگه خیلی صمیمی باشیم میگیم هی. پس هلو، های، هی. اینها سلام هایی هستن در فضاهای باز استفاده میشن. یه سلام اضافه تر هم داریم. این که کسی رو خیلی وقت ندیدید. وقتی میبینید میگید سلام، یا الله، شما کجا، اینجا کجا، از این حرفا. اون موقع میگیم hi there. پس شد hello, hi, hey, hi there. و اما یه نوع سلام دیگه هم هستش که تو جاهای سرپوشیده استفاده میشه، مثل فروشگاه و پاساژ و نمیدونم جیم و باشگاه و هر جایی که سقف داره، هتل و اینجور چیزا. خب برای شروع صحبت هم استفاده میشه، برای خداحافظی هم استفاده میشه، برای خدا قوت و خسته نباشید از این حرف هم استفاده میشه. چی هست اینا؟ صبح بخیر، good morning، بعد از ظهر بخیر، good afternoon، عصر بخیر، good evening، و شب بخیر، good night. و اگه خیلی صمیمی باشیم، اشغولانه باشه، میگیم night night. good morning، good afternoon، good evening، good night، night night.